سلام بچه‌ها، امروز اومدیم به یه ویدیوی دیگه به سرور کاپکرافت مپ بلوکوارزش. امروز میخوایم به یک به یکش هستش. یه پورتال هست شبیه ندر، بعد توش 5 بار بریم تا ببریم. با انمی های واقعی بازی میکنیم و بله، پس بریم ادامه بازیمون. خیلی خوب، اینجا باید پورتال بیاد وقت بازی شروع شد. اینجا بذار منم اینجوری برم. افتادم. رفت. نرفتی دیگه. نرفت باز. این دفعه هم که نرفتی. نه اینو میری دیگه. این رفت. خوبه. وای داره میزنه. نه ای خدا، ولش کن، از اینجا پر میزنه میریم تا اون برسه. طول میکشه. یه دونه رو رفتیم. خیلی بذار یه دونه از اون پرشا رو بگیرم. زدمش. اینجا واسهتون پیامش میاد وقتی انمیتون رو بکشین. فقط توی کاپکرافت و یه سرور دیگه بود. 2 سومیرم رفتم. بذار سرعت رو بزنم. با ما دوست میشه انگار. بذار ببینم. اگه کسی بشین پاشو کرد یعنی میخواد باهاتون دوست میشه. الان نگاه کنین نمیزنه. الان چون که خیلی قوی بودم. یه لحظه. این بریج دیریمه، نگاه کنین. ایناش اگه خواستین بهتون یاد بدم حتما تو کامنت ها به من بگین. همینه که بریجه که من میپرم، اونم بهتون یاد میدم اگه خواستین. اینم بلده. بذار بهش بگم بره تو پورتالم 5 بار اون ببره. مای پورتال. بذار ببینم چی میگه. چرا نمیاد؟ افتادم. تو این لازم نیست که حداقل با هم دیگه بجنگین تا تمام بشه. اینجا وقت داره واسه خودش.
تایم. نگاه کنین این بغل جایی که دکمه پرش است. بذاریم ببره چون که یک کم ضعیفه. من همیشه کسایی که ضعیف هست رو میذارم ببره، چه توی کاپکرافت باشه، چه توی سرور هایو باشه، چه هر سروری باشه. بذاریم این پلیر خوشحال بشه. وقتمونم زیاد کم نمونده، 20 ثانیه مونده. ببینیم این پلیر میتونه تا 20 ثانیه بره تو پورتال یا نه. برو برو برو، سری 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 برو، سری برو، سری باش. آها خوبه، آفرین بهش. فقط دیگه 4 ثانیه مونده. خوب. من 1 سال شده که دارم ماینکرافت بازی میکنم. البته فقط چون که من قبلا تو ایران بزرگ شدم و اونجا زیاد در مورد ماینکرافت آنلاین چیزا فقط میرفتم خودم تنهایی آفلاین بازی میکردم. الان من تو عمان هستم و اینجا کلی چیز یاد گرفتم. آها این دفعه من رفتم تو پورتال. ببینم نه سرعت رو نداره. چرا اینجوری بهتره، سرعتم بیشتر میشه. وای این دفعه رو تو رفتی. مشکل نیست، اون مرجنه رو نشد. خیلی قویه، نتونستم. این دفعه رو که میبازم. این دفعه وقتی که تموم شد میریم یه مدل دیگهش، اون پرچمیه. این دفعه رو من رفتم باز. بذار اینجوری بپریم. آها ای نشد. ای ماشاءالله. پس بریم به مدل دیگهش. نهاش اینه. این 2x2 هستش، پرچمیه. بعد 3 بار پرچم انمی رو برداریم با پرچم خودمون عوض کنیم تا برنده بشیم. خب بریم. اینجا پرچم ماست، اونجا پرچم اونا. فقط پول بزنم برم. دمش کرد. به من کمک. برو برو برو. وای افتاد تو وید. بجی تو محافظت کن، من اینجا رو پوشش میدم. بیا. نرفت. بیا بیا. ای این دفعه رو زد دیگه.
یکیش رفت، این یکی هم رفت. بیا بودو. کجا رفتی؟ هیچ کدومتون حق ندارین. برو. بیا دومی رو بگیریم. اونم مثل قبل اینجا اطلاعاتش همه چیزا رو میذاره. این سمت راست. زد دیگه زد. خب وای آخه اینجا رو باید یه بار بکنم. آها این دفعه من حملت میکنم. وای اول میذارم یارم بیاد بعد میرم. بذار بیاد. بیا چرا زدی منو؟ تو زدی. بگیر این یه ضربه، این 2 ضربه. حالا بریم برش. اومد دیگه. ای خدا. بچه یه چیز مهم بگم. وقتی که میشینین همین چیتون دیده نمیشه و اسمتون دیده نمیشه. اونجوری میتونین بعضی وقتا اگه انمی نفهمین راحت هر کاری خواستین رو بکنین. یه دون اینجوری نشد. انگار شدن. ولی بازم ما بردیم چون که یه بار رو ما پرچمو از این طرف بریم. برو. آها یارم. دومیشو نمیتونیم ولی یه بار رو تونستیم. وای ای یارم چرا نیومد کاورم بده بابا؟ من اینقدر کاور میدم یارم منو کاور نمیده. ولی به هر حال که بردیم. اینو بازی کردیم میریم 5-5. 10% گوشیم شارژ شده ولی مشکل نیست. گوشیم ردمیه تحمل داره. خیلی خوب. این به خاطر یارم بود که تونستم خوب بزنم. بیا
میخواستم یه دونه حفاظ بسازم که از اونجا تکون نخورم اگه از خط چی که هستش اونجا زده. اگه چی کنیم نمیتونیم پرچم رو برداریم. بودو یه چیز بسازم. آها ساخته شد. تو برو من اینجا. حاجی نزنت یهو. بابا تو بارا چرا اینجا آخه؟ من گرفتم راستی. ای یاره بلد نیست. یکیشو انداختم یکیشو نمورده اینجاست. اینو زدم. بذار اینو بگیرم. خیلی گرفتم. نزن وای زد. گرفت. بزنش. آها خب زدیمش. تو اینجا چی کار کنی؟ وای باید یه بار دیگه پرچمشون رو بگیرم. میتونم انشالله. وای 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 وای. این دومی اینم دومی. خیلی خوب تونستم یه دونه نمی هم مبارزه کنم هم پرچم بگیرم. این خوبه. بزن تمام شد. این بچه رو باش منده اینجا با ما تیر کمان بازی کنی همونجا. برو با یار تیر کمان بازی کن. یا وقتی نمیتونی ما رو بزنی چرا تنهایی میای؟ بذار سرعت رو بگیرم. سرعتی بریم. آها خوب شد. سومی رو که بردیم تمومه. مشکل نیست. الان سومی رو میبرم تا این چی کنه. تموم آقا تموم. نه آقا نه من نمیخوام. مجبوریم این دستم بازی کنیم دیگه چیکار کنم. این دستم بازی کردیم میریم اون 5 نفرش. چقدر قوی بود. آقا پرچم رو برداشتی تو خبر نشدی؟ تو منو زدی؟ بله بیا بیا اینجا. اینا چی میزنن؟ یه دونه میپرن میزنن. بابا تو چرا نمیزنی؟ وای یارم زد. آجین نمیشه زدش. چیکارش کنم؟ چرا یارم نمیاد؟ یارم رفت لیف داد حاجی.
چه بهتر، چون که اونجوری بازی زودتر تمام میشه، میتونیم بریم مدل دیگهش. یه بار زدم بالاخره. یه بار دیگه مونده تا ببازم. خیلی خوب، بریم مدل 5 نفرش. فردا میریم تو همین کاپکرافت میریم، ولی یه مپ دیگهش اون فرق داره. اینا 1 2 3 4 5 تاست. نه 6 تا 5. سریع باید پرچم محافظتش رو فعال. بذارم اینجوری حفاظش بدیم. اینجوری خوب. اینجوری سرش گیج میره از کجا بکنه. خیلی خوب شد. الان بریم پرچمو گیر بیاریم. اوهو، منم آقا شرکت. شمشیرش دایمندی بود، زدش یارم. بپر میتونه. با تبر میزنی. فرار کرد. چرا حواستون بهش نیست شماها؟ بابا اینجا انمی، شما دارین اونجا. خیلی خوب، خوبه زدم. دمش گرم. یک کم محافظت رو ارتقا داد با بلاکاش. خیلی به نظرت بریم نصف آرمورش اینجوری میرن تا کسی نفهمه. بسار از کجا شروع کن؟ از همینجا. چطوره بچه ها؟ کسی نفهمید. یه دونه اونجا مراقبت گذاشته. آجی من حضرت تو رو خدا، به خدا من اصلا آیرون نیستم، نه دایمندی دارم نه هیچی. نموزارم بیا. درو جونه ما دارید.
آقا اینا ست آیرانی گرفته، شمشیر دایموندی داره بابا. من آخه چی دارم؟ ما فقط 2 نفریم. یارای دیگه‌مون کجا شد؟ بابا من همیشه همینجوری شانس دارم. آقا من همینجوری آقا می جنگم. چیکار کنم؟ نه راستی 3 نفریم. تو میزنی؟ آها اون. وای ببخشید. خب من باختو که قبول میکنم. چجوری؟ آقا چجوری؟ چطوری اینقدر زود؟ عجیبه. این برای من عجیب است. حاجی چقدر خوب زدمش یکم. ما زره چرمی داریم، اونا ست آیرانی و اسورد دایمندی. به به خوشبارش، مبارکشون باشه. قایم موشک یه جا یه جوری بریم. فقط نفهمنا. نفهمیدن. حاجی کمکم کن بابا، کمک کن. نه وای باختیم. من باید لیو بدم دیگه. خب بچه ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. خب دیگه خداحافظ تا فردا.